سلام دوستان، امیدوارم که خوب باشید. با یه جلسه دیگه از آموزش آپشن در خدمت شما هستم. در ادامه بحث جلسه قبل امروز میخوایم راجع به بول کال اسپرد صحبت بکنیم. امروز دو تا مبحث رو در مورد این استراتژی دنبال میکنیم. اول در مورد اقدامات محافظتی یا همون فالوآپ اکشن ها در این استراتژی صحبت میکنیم و بعد در مورد یه سری کاربردهایی که این استراتژی در جاهای دیگه داره و عموماً تبدیل استراتژی های دیگه در شرایط خاص به استراتژی بول کال اسپرد صحبت خواهیم کرد. خب من فقط جهت یادآوری بگم بول کال اسپرد مناسب برای بازاری هست که ما پیش بینی یک صعود کم شتاب رو براش داریم. بنابراین میخوایم اقدامات محافظتی در حالتی که نزول اتفاق بیفته و در حالتی که صعود پرشتاب اتفاق بیفته اول صحبت بکنیم. خب به طور کلی دو تا اقدام ما میتونیم انجام بدیم در مورد بول کال اسپرد. یه راه سادهش اینه که موقعیتمون رو ببندیم از قبل از سررسید، یعنی به هر دلیلی که حالا در موردش صحبت میکنیم ممکنه تصمیم بگیریم که قبل از اینکه سررسید بشه هم کالی که خریدیم در واقع بفروشیم و همون کالی که فروخته بودیم رو بخریم و به این ترتیب کلا این استراتژی رو ببندیم. یه حالت هم اینه که در واقع بریم برای اعمال، یعنی جفتش رو نگه داریم بریم توی اعمال. بنابراین اون پولی که نیاز داریم برای اعمال کالی که خریدیم رو تهیه میکنیم، تو حسابمون هست، کار رو اعمال میکنیم، سهممون وارد سبدمون میشه و در واقع اون کالی که فروختیم اگر در نقطه اعمال باشه اون هم در واقع اعمال میشه و این سهم منتقل میشه به اون فردی که به ما این کار رو در واقع این کار رو از ما خرید. خب حالا ببینیم چه زمانی بستن بهتره. زمانی که اسپرد توی سود هست و بخش زیادی از اون حداکثر سودی که ما در زمان اجرای استراتژی انتظار داشتیم محقق شد. حالا مثال می‌زنیم. در چنین حالتی بهتر اسپرد رو ببریم. چرا؟ چون وقتی ما میریم برای اعمال یه هزینه اضافی که شامل کارمزد خرید و فروش سهم هست به ما در واقع اضافه میشه، در حالی که ما وقتی بخوایم اسپرد رو ببندیم چنین هزینه‌ای اساساً نداریم. مثلا فرض کنید اسپرد رو انجام دادیم که هزینه خالص اون 100 ریال بوده، یعنی تفاوت بین کالی که پرمیوم کالی که فروختیم با پرمیوم کالی که در واقع خریدیم، تفاوتش شد 100 ریال پرداختی ما. خب کالو خریدیم، کال 3000 ریالی رو خریدیم و کال 3500 ریالی رو فروختیم. اوکی. خب توی این حالت حد اکثر سود ما میشه چقدر؟ گفتیم توی بول کال اسپرد حد اکثر سود اینجوری به دست میاد: تفاوت بین دو تا اعمال منهای خالص پرداختی اون بابت هزینه اسپرد. خب اینجا تفاوتش 500 منهای 100، حد اکثر سودمون 400. حالا من الان رسیدم قبل از سررسید به 300 ریال، یعنی من در بهترین حالت در سررسید حد اکثر 400 ریال سود میکنم. حالا الان شرایط اسپرد من قبل از سررسید جوریه که اگر همین الان ببندم 300 ریال سود میکنم. خب طبیعیه اینجا بهتره من ببندم دیگه، اون کارمزد رو نمیدم. خیلی مهمه، یعنی اون کارمزد خرید و فروش سهمو. همین که من زودتر میبندم و میتونم موقعیت جدید در واقع ایجاد بکنم. این سود رو وقتی من زودتر شناسایی میکنم در بلند مدت، یعنی بازده مؤثر سالانه، من جلوتر میافتم، یعنی انگار دارم بیشتر بازدهی کسب میکنم و این نکته خیلی مهمی. در چه این حالتی توصیه میشه که اسپرد رو ببندید. حالا چه زمانی اسپرد اعمال بشه بهتره؟ عکس این قضیه، یعنی مثلا اسپرد با قیمت فعلی سهم پایه توی سود کامل هست، زمان کمی هم تا سررسید باقی مونده، اما بخش زیادی از سود در صورت اعمال هنوز محقق نشده. یعنی من فاصله کمی تا سررسید دارم، چند روز اگر صبر بکنم اون حداکثر سود رو میگیرم.
اوکی. ولی این اثرش رو روی قیمت‌های فعلی این دوتا کال نذاشته که من در واقع از این کالا رو ببندم و بیام بیرون. به عبارت دیگه کالهای من از ارزش ذاتی خودشون دورن، اگرچه هنوز در واقع خیلی نزدیکن به سررسید. مثلا اسپرد با هزینه خالص 100 ریال کال 3000 ریالی خریدیم، کال 3500 ریالی فروختیم. حد اکثر سود من اینجا چنده؟ تفاوت دو تا اعمال 500، 100 ریال هم خالص پرداختیم، پس حد اکثر سود من 400. الان قیمت کال به شکلیه که من اگر بخوام کل اسپرد رو ببندم 200 ریال سود در واقع کسب میکنم، یعنی به جای 400 ریال 200 ریال سود کسب میکنم و این در شرایطی هست که من زمان زیادی هم تا سررسید ندارم. خب طبیعی که اینجا خیلی بهینه نیست که من اسپردمو ببندم و بهتره که برم و در واقع اعمال بکنم این کالهایی که خریدم و فروختم. حالا این پس در مورد حالتی که قیمت سهم رشد پیدا میکنه ما توی سود هستیم و تصمیم میگیریم که حالا یا بریم اعمال یا زودتر از موقعیت خارج بشیم. حالا وقتی قیمت سهم افت پیدا میکنه چه کار میتونیم بکنیم؟ یه حالتش اینه که اصلا اسپرد رو در واقع ببندیم برای اینکه زیان بیشتری متحمل نشیم. درسته؟ یعنی و حالتی هست که من نگاه میکنم اگر اسپرد رو الان ببندم نسبت به این که برم تو سررسید و اون حد اکثر زیانه برای من اتفاق بیفته زیان الان من کمتره، پس ترجیحم اینه که این اسپرد رو الان ببندم. یه کار دیگه هم که میشه کرد اینه که من بیام اون کالی که فروختم رو ببندم فقط و اون کالی که خریدم یعنی سمت خریدم بمونه، باقی بمونه. اون وقت چه اتفاق میفته؟ من دیگه سمت زیان رو میبندم و از اون ور شانس این که این سهم بره بالا رو برای خودم حفظ کردم، سودش رو، و در واقع ریسک زیادی هم ندارم چون اون کالی که فروخته بودم رو بستم دیگه. ما وقتی کال رو میفروشیم زیانمون نامحدوده، وقتی کال رو میخریم زیانمون محدود، سودمون نامحدوده. پس من اگر کالی که فروختم رو بای بک بکنم ببندم پس سمت زیان من بسته میشه، یعنی دیگه بی نهایت نمیشه یا در واقع خیلی شدید نمیشه، ولی این سمت سود خودم رو باز میذارم. هر چقدر حالا به هر دلیلی سهم برگرده من میتونم سود بیشتری بگیرم. مثال نگاه کنید، مثلا کال 3000 ریالی خریدیم 300، کال 3500 خریدیم 100، ببخشید فروختیم 100، خالص پرداختیمون اینجا چنده؟ الان بول کال اسپرد دیگه، کال پایین رو خریدیم کال بالا رو فروختیم، خالص پرداختیم 300 منهای 100 200. اوکی. حالا سهم پایه رسیده به 2900. دقت کنید، ما مثلا فرض کنید که روی قیمت 3200 تومان سهم پایه در واقع این بول کال اسپرد رو اجرا کردیم. حالا سهم رسیده به 2900 یعنی اومده پایین، از هر دو تا اعمال ما پایین تره. هر دو تا اختیار بی ارزشن دیگه، چرا هر دو تا OTM شدن دیگه، زیر در واقع قیمت اعمال هست. حالا فرض کنید اولی 30 ریال دومی 10 ریال، یعنی اون کال 3000 ریالی کال پایین تره که من خریدم 30 ریال ارزش داره، اون کال بالاییه که فروختم 10 ریال ارزش داره. درست هم هست، منطقی هم هست دیگه، چون اون کال اعمالش بالاتره بیشتر OTMه، بنابراین کمتر قیمت داره، ارزشش کمتره. حالا فرض کنیم مثلا تا سررسیدم باقی مونده، اینقدر ارزشی که داره ارزش زمانی است. خب معامله گر میتونه چیکار بکنه؟ بیاد اون کال 3500 خودش رو بای بک کنه. خب من اون کال 3500 رو فروخته بودم 100 ریال، الان میخرمش 10 ریال، یعنی 90 ریال اینجا در واقع سود دارم دیگه. اوکی. حالا چه اتفاقی میفته؟ کال 3000 ریالی رو نگه میدارم، برای خودم این امکان رو میذارم، این شانس رو در واقع نگه میدارم که اگر کال اگر سهم پایه برگشت قیمتش و صعودی شد من بتونم حتی سود کسب بکنم و ضررم رو جبران بکنم. در چنین حالتی من ریسکم محدوده، کمه و احتمال سودم رو حفظ کردم. برای این یکی از
اقداماتی که میشه در زمان افت قیمت سهم پایه در استراتژی بول کال اسپرد انجام داد. یه نکته در مورد خروج از اسپرد هم بگم، این نکته عملیاتی مهمیه. در مورد خروج مرحله یعنی چی؟ یعنی یه طرف اسپرد رو ببندم و طرف دیگه‌شو رو باز نگه بدارم، مثل حالا همون حالتی که گفتم. میگه فقط در افت قیمت سهم و باز خرید کال فروخته شده با قیمت بسیار پایین این کار مجازه. یعنی در حالت عادی نرمال شما باید جفت کالا رو با هم ببندی. فقط در یک حالت یک استثنایی وجود داره، اگر قیمت سهم افت پیدا کرد اون کالی که فروختی رو بای بک کن و تازه قیمتش اومده باشه پایین، بای بک کن، ببند، کالی که خریده شده رو نگه دار. این حالت، یعنی همون مثال قبلی که زدم، این حالت مجاز. حالت غیر مجاز چیه؟ سهم رشد پیدا کرد، کالی که خریده بودم رو بفروشم و کالی که فروخته بودم رو نگه دارم. این خیلی خطرناکه، بسیار خطرناک. چرا؟ اصلا چرا این اتفاق میفته؟ ببین سهم رفت بالا، خب من نگاه میکنم این کالی که خریدم رفته تو سود، ولی اون کالی که فروختم یا هنوز تو زیانه یا هنوز در واقع سود کمی داره مثلا. بعد وسوسه میشم اون کالی که خریدم و تو سوده رو بفروشم، سودش رو سیو کنم، بعد بگم خب اون کالی که فروختم رو نگه دارم، شاید مثلا رفته تو سود. این کار خیلی خطرناکه. چرا؟ چون وقتی این کار رو ما انجام میدیم در واقع با موقعیت نیکد کال مواجه میشیم. کالی که پوشش داده، کالی که فروختیم و پوشش نداره، برای این زیانش نامحدوده. به هر دلیلی در واقع سهم یهو رشد بکنه، رشد زیادی بکنه و به رشدش ادامه بده، ما وارد در واقع زیان بسیار سنگینی خواهیم شد. خب مثال نگاه بکنیم. مثلا اسپرد شرکت الف به این صورت بوده، یعنی روی شرکت الف ما این اسپرد رو زدیم، کال 3000 ریالیشو خریدیم 300 ریال، کال 3500 شو فروختیم 100 ریال. پس خالص پرداختی ما شده 200 ریال. فرض کنید هم در این لحظه که ما این اسپرد رو داریم اجرا میکنیم قیمت سهم پایه هست 3200، درسته؟ خب طبیعیه اون کال 3000 ریالی وقتی 300 200 تاش ارزش ذاتی، 100 تاش مثلا پرمیوم زمانیه. اون کال 3500 هم 100 ریال ارزش داره، طبیعی اوتی هم هست، ارزش ذاتی نداره، این 100 ریالش هم فقط پرمیوم زمانیه. خب حالا فرض کنیم در قدم بعدی اون سهم الف از 3200 رسیده به 3400، درسته؟ یعنی هنوز به 3500، یعنی اون اعمال بالایه نرسیده. خب چه اتفاقی میفته؟ طبیعیه اون کال 3000 ریالی من گرونتر میشه دیگه. مثلا فرض کنید رسیده به 400 ریال. خب من بیام چیکار بکنم؟ بگم خب این کال من الان تو سود دیگه، بیام اینو در واقع بفروشم، ببندم موقعیت این پایه رو، یعنی اون کال 3000 ریالی رو ببندم، 100 ریال هم سود شناسایی کنم، ولی کال 3500 رو در واقع اونی که فروختم رو نگه دارم. به چه امیدی؟ به این امید که قیمت سهم برگرده پایین و در واقع اون کالی که فروختم بیارزش بشه و من سودم رو در واقع بتونم بگیرم. این حرکت بسیار خطرناکه. چرا؟ چون اگر سهم پایه شروع به رشد بکنه، از 3500 بره بالا، من امکان رشد قیمت روی کال 3000 ریالی رو از خودم گرفتم و از اون ور امکان رشد قیمت روی کال 3500 رو باز گذاشتم. در واقع دارم زیانم رو بیشتر میکنم، سمت سودم رو بستم، سمت زیانم رو باز گذاشتم و این خیلی خطرناکه. یه حالت نیکد کال میشه، در واقع بدون پوشش هست. خب اما حالا بریم راجع به مواردی صحبت بکنیم که بول کال اسپرد در واقع توی استراتژی های دیگه استفاده میشه. یه جورایی اقدام محافظتی استراتژی های دیگه میتونه بول کال اسپرد باشه. مثال ببینیم متوجه میشید. مثلا یکیش اینه، ما یه کال خریدیم، این کال زیانده شده، یعنی برعکس پیش بینی ما، به جای اینکه قیمت سهم بره بالا اومد پایین.
میتونیم در شرایطی اینو تبدیل به بول کال اسپرد بکنیم. پس اگر معامله‌گر خرید کرده، کال خریده، زیان کرده و در واقع برای اینکه از زیان فرار بکنه میتونه بیاد کال بالا بفروشه و اینو تبدیل به بول کال اسپرد کنه. مثلا نگاه کنید شرکت الف فرض کن کال 3000 ریالی خریده با پرمیوم 300 ریال، درسته؟ خب یعنی اینو خریده، دیدگاهش این بوده که سعودی پرشتاب هست همه الف، برای این رفته کال خریده، 300 ریال هم هزینه داده. خب حالا فرض کنیم این کال در واقع وارد زیان شده، یعنی سهم قیمتش اومده پایین و این کال داره ارزش از دست میده، درسته؟ پس من اگر قیمت سهم مثلا همین منطقه باقی بمونه تا سر رسید من صبر بکنم، کل این 300 ریالی که دادم سوخت میشه دیگه، زیان من میشه. من میتونم چیکار بکنم قبل از سر رسید؟ اگر این احتمال رو میدم که آقا این در واقع روند سهم برگشته و دیگه سعودی مثلا نمیشه یا احتمالش کمه، شک دارم به این که در واقع سعودی پرشتاب بشه، تهش مثلا یه سعودی کم شتابی اتفاق بیفته، میام چیکار میکنم؟ یک کال با اعمال بالا، مثلا کال 3500 میفروشم، مثلا هم با پرمیوم 100 ریال. چه اتفاقی افتاد؟ اون کال من تبدیل شد به بول کال اسپرد، خالص پرداختی من الان شد 200 تا، بنابراین من دیگه حد اکثر زیان من چقدره؟ 200. در واقع از اون 300 ریال حد اکثر زیان در استراتژی اولم که خرید کال بود، با فروش کال 3500 که 100 ریال پرمیوم گیرم اومد، زیانم اومده پایین تر، حد اکثر زیان من کم شده، از 300 تا شده 200 تا. ولی در عوض اومدم حد اکثر سود خودم هم رسوندم به 300. چرا؟ اختلاف دو تا اعمال 3500 تا منهای خالص پرداختیم که 200 تا هست. خب بریم نمودارش هم نگاه بکنیم. ببینید زمانی که من کال خریدم نمودارم این شکلی بود، دقت کنید، حد اکثر زیان من 300 تا بود و سمت سود من بازه دیگه، یعنی قیمت از 3000 در واقع از 3300 بالاتر بره من وارد منطقه سود میشم. حالا زمانی که من این رو تبدیل به بول کال اسپرد میکنم، یعنی میام کال 3500 رو میفروشم، این نمودار آبیه میشه. ببینید زیانم رو آوردم بالا، از اون ور اون بخش حد اکثر سود خودم رو هم در واقع از دست میدم، یعنی اون سود بالقوه‌ای که در واقع میتونه تقریبا بی انتها باشه رو از دست میدم. ولی در عوض اومدم زیانم رو کم کردم، حد اکثر زیانم رو، ضمن اینکه نقطه سر به سرم رو آوردم عقب‌تر، زودتر وارد منطقه در واقع سود میشم. اینم زمانیه که من به این نتیجه رسیدم که سهم دیگه حرکت سعودی قوی نخواهد داشت، حد اکثر مثلا تا 3500 رشد پیدا میکنه، بنابراین بهتره که این کالی که الان تو زیان هست رو تبدیل به بول کال اسپرد کنم. یه حالت دیگه که باز میشه استراتژی دیگه رو تبدیل به بول کال اسپرد کرد، تثبیت سود توی کال سودده است. تازه یادتون هست گفتیم کال اگر زیانده شد میتونیم تبدیل به بول کال اسپردش کنیم در شرایطی، اگر سودده شد هم میتونیم سودمون رو تثبیت بکنیم، در واقع لاک بکنیم، قفل بکنیم سودمون رو. به چه صورت؟ بذارید مثال بزنم. فرض کنید قیمت سهم 3100 در واقع هست، کال 3000 ریالی خریدیم، پرمیوم 300. یعنی چی؟ یعنی در واقع 100 تا ارزش ذاتیشه، 200 هم پرمیوم زمانیشه. حالا سهم رشد پیدا کرده، از 3100 تا رسیده به 3400 تا، کال من همون کالی که خریده بودم حالا شده 600 ریال، درسته؟ یعنی 400 تا دوباره ارزش ذاتی داره، 200 تا ارزش زمانی. خب پس تا اینجا من اگر همین الان کالمو ببندم، همین کالی که الان
در واقع روز اول خریده بودم 300 تا سود میره تو جیب من، تموم میشه، من دیگه از اون موقعیت اومدم بیرون. اما یه کار دیگه هم میتونم بکنم. خب چیکار میتونم بکنم؟ بیام کال 3500 رو بفروشم. درسته؟ فرض کنیدم پرمیومش 200، بازم این کال 3500 زمانی که قیمت سهم 3400 طبیعی ارزش ذاتی که نداره، فقط ارزش زمانیه دیگه. خب حالا اگه این کار رو بکنم، خالص هزینه من چی میشه؟ چون الان بولکال اسپرد شد دیگه، اعمال پایین رو خریدم، اعمال بالا رو فروختم، خالص هزینه من چقدر میشه؟ میگم خب 200 تا پرمیوم گرفتم، کال منم که 300 تا خریده بودم، پس 100 تا میشه خالص پرداختی من. اما حد اکثر سود من میشه 400 تا. چرا؟ دو تا اعمال رو از هم کم میکنم، میشه 500 تا منهای در واقع خالص هزینه اسپردم که 100 تا بوده، سقف سود من میشه 400 تا. من اگر اون کار رو ببندم، یعنی نمی اومدم بولکال اسپردش کنم، 300 تا سود میذاشتم تو جیبم، می اومدم بیرون. ولی اینجا من در واقع ظرفیت این که سود 400 ریالی رو کسب بکنم رو هم برای خودم حفظ کردم. درسته؟ اما به چه قیمتی؟ به قیمت اینکه شاید حتی ضرر هم بکنم دیگه. ولی خب حد اکثر ضرر من چقدره؟ 100 ریال دیگه. چرا 100 ریال؟ چون خالص هزینه من 100 ریاله. میدونیم حد اکثر زیان در بولکال اسپرد خالص پرداختی ماست. خب پس من این ریسک کم رو انجام میدم، میگم آقا تهش 100 تا ضرر میکنم دیگه، اما این فرصت رو پیدا میکنم که سودم رو از 300 مثلا ریال برسونم به 400 ریال. یه کاربرد دیگه ای که داره بولکال اسپرد اینه که زمانی که شما سهم خریدی و سهم شما وارد زیان شده، میتونیم در واقع با بولکال اسپرد، یعنی با ترکیبی از در واقع بولکال اسپرد و کاورد کال بیایم چیکار بکنیم؟ اون نقطه سر به سرمون رو بیاریم عقب‌تر، یه جورایی از زیان فرار بکنیم. مثال ببینیم، مثلا 1000 تا سهم الف رو روی قیمت 4800 تا خریدیم. خب حالا قیمت سهم اومده روی 4200، یعنی نزول پیدا کرده، یعنی در واقع 600 تا ما ضرر کردیم دیگه. حالا ضرب در 1000 بکنیم، مثلا 600,000 تا زیان ما میشه در این نقطه. خب حالا چه کاری میتونیم بکنیم؟ یه دونه کال 4000 ریالی میخریم. دقت کنید سهم چقدر الان؟ 4200. یه کال 4000 ریالی یعنی پایین تر از قیمت فعلی سهم میخریم، مثلا پرمیوم 400 تا. چرا 400 تا؟ بازم میگم 200 تاش ارزش ذاتیشه، 200 تاش هم مثلا ارزش زمانیشه، تا سررسید فاصله داره. خب بنابراین کل پولی که ما بابت این کال میدیم چقدر میشه؟ چون هر قرارداد 1000 تاست، پس ما 400,000 تا بابت خرید این کال میدیم. میایم همزمان 2 تا کال میفروشیم. چه کالی؟ کال 4500. قیمت سهم بازم تاکید میکنم الان 4200. من یک کال اعمال پایین تره خریدم، 2 تا کال اعمال بالاتره فروختم. کاری که کردم این. خب مثلا با پرمیوم 200. چرا 200؟ چون این کال ارزش ذاتی نداره دیگه، فقط پرمیوم زمانی داره. برای این بابت فروش این 2 تا کال چقدر گیرم میاد؟ چون 2 تا فروختم دیگه، 400,000 تا. 2 تا 1000 تا ضرب در واقع 200. پس عملا من بابت این کار هیچ پولی از جیب خودم ندادم. کالی که خریدم هزینه‌شو از محل فروش اون 2 تا کال با اعمال بالا تامین کردم دیگه. درست شد؟ پس خالص پرداختی من صفره. اما دقت کنید اینجا چه اتفاقی افتاد. الان من چی دارم بعد از این در واقع حرکتی که انجام دادم؟ 1000 تا سهم دارم، یه کال خرید دارم، یه کالی که خریدم دارم، 2 تا کالی که فروختم. چه اتفاقی میفته؟ انگار اون 1000 تا سهم با یه دونه از اون کالایی که فروختم میشه کاورد کال، یه کالی که خریدم با یک دیگه کالی که فروختم با هم دیگه میشه بولکال اسپرد. انگار تبدیلش کردم به 2 تا استراتژی کاورد کال و بولکال اسپرد.
چه اتفاقی میفته؟ اینجا محاسباتشو آوردم. خب حالا اگه این کارو بکنی اصلا چه توفیقی داره؟ میخوایم بررسی کنیم. خب اتفاقی که میفته اینه، اگر قیمت سهم 4000 ریال باشه و حالا کمتر باشه، من روی سهم چقدر ضرر کردم؟ 4800 خریدم، الان شده مثلا 4000 تا، پس من 800000 تا ضرر کردم روی سهم. خب این دوتا کال من چون قیمت سهم 4000 و از هر دوتا اعمال پایین تره بی ارزش میشن در سررسید. درسته؟ مثلا در روز آخر این دوتا کال دیگه ارزشی ندارن، در واقع قیمت سهم زیر قیمت اعمال دیگه. درسته؟ اوکی، پس در این حالت من چقدر ضرر کردم؟ 800000 تا. پس نگاه کنید این نکته است، این که من این کار رو انجام دادم وقتی سهم بخواد دوباره بیاد پایین توفیقی به حال من نمیکنه. یعنی اینجوری نیست که من با این کار ضرر بیشتری میکنم، نه. اما توی منطقه سود، توی رشد به من کمک میکنه. خب من که بابت این کار پولی پرداخت نکردم، اوکی، فرضاً بر اینه که آقا سهم ممکنه دوباره برگرده، منتها میخوام زودتر به سود برسم، یعنی منتظر نشم تا مثلا این 800 تا ضرر من یا کل ضرر من در هر نقطه‌ای مثلا از سهم جبران بشه، میخوام زودتر جبران بشه. چجوری؟ با این دوتا کاری که انجام دادیم، یعنی یه دونه کال پایین میخرم، دوتا کال بالا میفروشم. پس این که قیمت سهم از قیمت فعلی پایین تر بیاد هیچ توفیقی به حال من نمیکنه. اما اگر برسه به 4400 چه اتفاقی میفته؟ خب من روی سهم چقدر ضرر کردم؟ 4800 تا خریدم، الان شده 4400 تا دیگه، پس 400 تا ضرر کردم، 400000 تا مجموع ضررم بوده. اما کال 4000 ریالی سود به من میده. چرا؟ چون قیمت سهم الان از قیمت اعمال بالاتر رفته. اوکی، خب پس در روز سررسید این کال من به اندازه ارزش ذاتی ارزش خواهد داشت دیگه. چقدر میشه ارزش ذاتیش؟ قیمت سهم منهای قیمت اعمال 400. پس 400000 تا سود دارم. خب این 400000 تا سود با اون 400000 تا زیان در واقع همدیگر خنثی میکنن، برای این من نقطه سر به سر من میشه 4400 تا. اثرش اینجا دیده میشه، اینکه چرا ما اون کارو کردیم اینجا داره خودش نشون میده. درسته؟ من اگر این کارو نمی کردم سر به سر من کجا بود؟ 4800 تا، چون من سهم رو 4800 تا خریدم، ولی الان سر به سرمو آوردم روی 4400 تا. یعنی اگر الان دیگه از 4400 تا سهم بره بالا من وارد سودم. اوکی، خب 4500 تا بشه چه اتفاقی میفته؟ حالا دیگه من سود کسب میکنم دیگه. میگیم خیلی خب من روی سهم 300 تا ضرر دارم، روی این کال من چقدر ارزش پیدا کرده؟ مثلا 4000 من 4500 500 تا دیگه، برای این 500000 تا اینجا، 500000 من 3200. برای 4800 چطور؟ توی سهم سود و زیانم صفره، توی این کالم 800000 تا سود دارم، توی اون کال 4500 هم دوباره در واقع زیان اتفاق میفته. چرا زیان اتفاق میفته؟ چون اونو فروختن دیگه. چقدر ارزش پیدا میکنه؟ بازم تفاوتش 4800 من 4500 300 تا، چون دو تا فروختن میشه 600000 تا. پس روی کال 4500 600000 تا ضرر دارم به خاطر این فروختم، روی کال 4000 800000 تا سود دارم چون خریدم، روی سهم هم که هیچ سود و زیانی ندارم چون خرید من همین 4800 تا. برای این مجموع سود و زیان کل من میشه 20000. حالا روی 5000 تا چطور؟ روی 5000 تا روی سهم من در واقع 200 تا سود دارم، روی کال 4000 تایی 1000 تا که ضرب در 1000 میشه 1,000,000، روی 4500 500 تا که ضرب در 2 میشه در واقع 1,000,000، یعنی 500 ضرب در 2 ضرب در 1000 میشه 1,000,000 منفی. درسته؟ که بازم اینا رو جمع و کم بکنم میشه به 200,000 تا سود. پس من میتونم این جمع بندی رو داشته باشم. وقتی این کارو بکنم من سر به سرمو میارم عقب‌تر و به این ترتیب زودتر وارد منطقه سود میشم. البته در واقع اون سقف سودم هم محدود میکنم. چرا؟ چون باور دارم قرار سهم یه کوچولو برگرده، یه کوچولو رشد بکنه، قرار نیست رشد پرشتابی داشته باشه. برای به این ترتیب من از اون زیان حاصل از خرید سهم پایه فرار میکنم. خب توضیح دادم دیگه، نقطه سر به سرمون کم میشه
سهامدار با یه رشد کوچیک میتونه از زیان خارج بشه. حد اکثر سود من 200,000 تا میشه و زمانی هم اتفاق میفته که قیمت سهم از 4500 تا بیشتر بشه و زیان بیشتر از حالت نگه داشتن سهم نمیشه. به هر حال از حالتی که من سهم دارم زیان بیشتر نخواهد شد. خب بریم حالت بعدی که میشه از بول کال اسپرد در واقع استفاده کرد هم توضیح بدیم. در یک شرایط خاصی بول کال اسپرد رفتاری شبیه به سهم پایه میتونه داشته باشه، یعنی به جای خرید سهم میشه ازش استفاده کرد و حالا به این صورت که مثلا میشه یک کال عمیقاً در سود رو خرید و یک کال ATM یعنی نزدیک به سربسری رو بفروشیم. اوکی، مثال نگاه بکنید. مثلا قیمت سهم پایه 5000 ریاله، اختیار خرید 4000 ریالی که عمیقاً در سود دیگه 1100 ریاله. تقریبا ارزش زمانی نداره، درست هم هست، منطقی هم هست. چرا؟ قبلا گفتیم هر چقدر کالها ITM میشن، دیپ این دمانی میشن، سهم ارزش زمانی در قیمتشون بسیار ناچیز میشه. اینجا مثلا میشه حدود 100 ریال، از 1100 ریال پرمیوم زمانی. خب وقتی این حالتیه یعنی چی؟ یعنی مثل سهام رفتار میکنه. در واقع این کال ما تقریبا معادل سهم قیمتش بالا و پایین میره. اختیار خرید 5000 ریالی چی؟ در واقع ATM که خب طبیعتا در سود نیست. این 200 ریال فقط ارزش زمانی داره، هر قراردادم که 1000 تا. خب بیایم این دوتا استراتژی رو مقایسه بکنیم، یعنی بین حالتی که سهم بخریم، بین حالتی که بریم بول کال اسپرد پیاده بکنیم. خب چیکار کنیم؟ اگه سهم بخریم خب طبیعیه 1000 تا سهم 5000 ریالی 5 میلیون ریال سرمایه گذاری یا پول نیاز داریم. اما برای بول کال اسپرد چطور؟ خب بول کال اسپرد ما یک کال 4000 ریالی بخریم 1100 قیمتشه و از اون ورم کال 5000 ریالی میفروشیم 200 ریال گیرمون میاد. تفاوت این دوتا میشه پولی که ما دادیم، مثلا 900. خب 900 هزار تا 900 هزار تا کل سرمایه گذاری ماست. پس نگاه کنید ما توی سهم 5 میلیون سرمایه گذاری کردیم، توی بول کال اسپرد 900 هزار تا، به مراتب کمتر، حتی از 1/5 هم کمتر پول گذاشتیم. خب حالا بریم ببینیم در حالتهای مختلف چه اتفاقی میفته، سود و زیان این دو تا استراتژی به چه صورت خواهد. ببین وقتی که سهم در واقع از 4000 ریال و پایین تر میشه، خب جفت اون کالا بی ارزش میشن دیگه. برای ما تهش اون 900 هزار تای در واقع استراتژیمون رو از دست میدیم دیگه. هم فرق برای ما نمیکنه چقدر میاد پایین، 3000 تا 2000 تا 1000 تا هم بشه، ما در نهایت 900 هزار تا زیان داریم توی بول کال اسپرد. اما در مورد سهم اینجوری نیست. روی همین 4000 تا که ما مثلا 900 هزار تا توی اسپرد ضرر داریم، روی سهم 1 میلیون ریال ضرر داریم. ببینید روی سهم ما ضرر بیشتری داریم. طبیعیه که از 4000 تا بیاد پایین‌تر ما ضررمون هم طور بیشتر میشه. حالا روی 4600 تا چطور؟ خب روی 4600 تا طبیعیه ما روی سهم که 5000 تا خریده بودیم 400 هزار تا ضرر داریم. اما روی بول کال اسپرد کال 4000 تایی ما در واقع در سر رسید اگر سهم 4600 بشه، کال 4000 تایی ما 600 تا ارزش پیدا میکنه، کال 5000 تایی ما هم که بی ارزش. خب پس ما 600 هزار تا ارزش یه دونه از کالامونه، 900 هزار تا هم که پول دادیم بابت این استراتژی، پس رو هم 300 هزار تا ضرر داریم. یعنی در قیمت 4600 سهم 400 هزار تا زیان میده، بول کال اسپرد 300 هزار تا. میتونیم همه این محاسبات، یعنی توی مثلا توی 5000 تا سهم سر به سره، ولی توی بول کال اسپرد در واقع 100 هزار تا سود داریم. و همینطور میریم در واقع بالاتر 5500 تا 6000 تا. ببینید همینجوری که ملاحظه میکنید دیگه از 5000 به بالا اسپرد ما به طور ثابت 100 هزار تا سود داره. یعنی دیگه اصلا برای ما فرقی نمیکنه سهم بشه 6000 تا 7000 تا 100 هزار تا سود داره. ولی خب طبیعی که اونور توی سهم میتونیم به همین نسبت که قیمت سهم میره بالا اختلافش با عدد 5000 تا سود ما خواهد بود دیگه. درسته؟ چند تا نکته وجود داره. یکی این که زمانی که سهم ریزشی میشه، لحاظ ریالی فقط میگم، لحاظ درصدی قابل مقایسه نیست، لحاظ ریالی
ما توی این در واقع استراتژی به هر حال زیانمون از سهم کمتره. لحاظ ریالی ما به هر حال زیان کمتری داریم، درسته؟ ولی توی سود از یک نقطه‌ای به بعد سهم وقتی رشد پیدا بکنه، لحاظ ریالی سود سهم بیشتر از بورکال اسپرد خواهد بود. و یه نکته خیلی مهمی که وجود داره، ببینید ما الان توی این مثال 5 میلیون ریال برای سهم سرمایه نیاز داشتیم، ولی برای بورکال اسپرد 900,000. خب یک در واقع کار منطقی که یک استراتژیست میتونه بکنه اینه، یا 900,000 تاشو بذاره تو بورکال اسپرد، 5 میلیون پول داره دیگه، میخواد بین این دوتا انتخاب کنه، 900,000 تاشو میذاره تو بورکال اسپرد، اون 4 میلیون و 100 دیگر رو مثلا میره صندوق درآمد ثابت میخره و از اون محل سودشو کسب میکنه. حالا اینجا اگر به حد اکثر سود برسه 100,000 تا سودشو میگیره، اگر هم زیان بکنه تهش 900,000 تا زیان میکنه، یعنی اون اصل پولش، بخش عمده ای از اصل پولش سر جاش هست و حتی داره سودم کسب میکنه. خب پس جمع‌بندی بکنیم، خرید مستقیم سهم سرمایه گذاری بیشتری میخواد، زیانش نامحدوده، البته سودش هم نامحدوده. بورکال اسپرد سرمایه کمی میخواد، سقف سودش محدوده، زیانش هم محدوده. بنابراین از نظر رفتار سود و زیان بورکال اسپرد شبیه خرید سهم عمل میکنه، اما تا یه جایی، از یه جایی به بعد هم زیانش هم سودش محدود میشه. علاوه ریالی خب طبیعی که ریسک محدودتری داره. بنابراین همون حالتی که گفتم، یعنی برای حالتی که سرمایه گذار یه بخشی از پولش رو میذاره بورکال اسپرد میکنه، بقیه‌اشو مثلا میبره توی اوراق با درآمد ثابت سرمایه گذاری میکنه. خب اینم از بحث در واقع باقی مونده از استراتژی بورکال اسپرد بود. امیدوارم که مفید بوده باشه برای شما. جلسه آینده انشالله ما سراغ استراتژی بیر کال اسپرد میریم، یعنی حالتی که در واقع نگاهمون بازار نزولی کم شتاب هست. به هر حال امیدوارم که برای شما مفید بوده باشه. تا جلسه آینده، خدا نگهدار.